مردم ایران، مردم مهربان ایران، مردم سرزمین خورشید، اگر نامهربانی هم باشه از جمهوری اسلامی تروریستی است. جمهوری اسلامی دزد، تروریست، خونخوار، بچه کش. دوستان بیاین از این به بعد تنها شعار ایران، مردم ایران، کینگ رضا پهلوی باشد که همه دنیا متوجه بشن، کشورهای همسایه که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن متوجه بشن که مردم ایران شاه میخواهند، شاه از پهلوی میخواهند. اروپایی که با جمهوری اسلامی همکاری میکند متوجه بشود که مردم ایران شاه میخواهند و این صدا به بیبی نتانیاهو برسد که همیشه و همواره حمایتگر مردم ایران بوده. صدای ما مردم ایران که کینگ رضا پهلوی را میخواهیم باید به ترامپ برسد، پرزیدنت ترامپ، مرد مهربان. پس فریاد بزنیم کینگ رضا پهلوی. از این به بعد ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. کینگ رضا پهلوی، جاوید شاه. جاوید شاه.